کسی که اگر دیده و دانسته نماز ترک میکند، یعنی شرایطش هست، تنی صحت دارد، یعنی هیچ عذر در او وجود ندارد. ما عذرهایی برای ترک نماز هم برای شما بیان کردگی هستیم. بازم این اگر نماز نخواند، پیغمبر اعلان کردند که فقط کفر و به تحقیق کافر شد. این حدیث شیخ محمد اسلمی توسی میگوید 30 سال در دست من فقط جستجو در قرآن میکردم با کدام آیت این مانم باشد. عاقبت رسیدم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. خدا امر کرده بود است که نماز بخوان ای بنده تا که از زمره مشرک ها نباشید. یعنی اگر شما نماز نخوانید شما از گروه مشرکان هستید. این حدیث گفت لایکی